با شدت یافتن جنگ‌ها در افغانستان و پیشروی طالبان و دولت اسلامی در مناطق سرحد افغانستان و تاجیکستان، روسیه ارسال کمک تکنیکی به ارتش تاجیکستان را به صورت بیشتر انجام می‌دهد. مسئله تیزانیدن کمک در واخوری وزیر دفاع روسیه و تاجیکستان سرگئی شایگو و شیرعلی میرزا در مسکو مطرح شده است. در این واخوری شایگو از بیشتر شدن خطر از سمت افغانستان اظهار نگرانی کرده بود. کمک روسیه در تجهیزانیدن ارتش تاجیکستان به شرطنامه بین همدیگری این دو کشور عاید دیویزیای 201 روسیه ربط میگیرد که موافق آن بر عوض جایگیر شوی مجانی نیروهای روسیه در تاجیکستان، روسیه موظف شده است ارتش تاجیکستان را با تکنیک پیشرفته حربی مجهز کند. در وزارت دفاع تاجیکستان گفتند تا این زمان در نزدیکی سرحد افغانستان موشک‌های ضد هوایی پیچ-42 نصب شده است که قادرند هدف‌های هوایی را تا 30 کیلومتر نشان گیرد. اما در حالی که نه طالبان و نه دولت اسلامی تیار ندارند این موشک‌ها مقابل که استفاده خواهد شد چیزی گفته نشده است. اینچنین از وزارت دفاع خبر دادند که روسیه به ارتش تاجیکستان سلاح و تیر و توپ‌های نو فرستاده است. با گفته شایگو مسکو قصد داشته است یکجا با تاجیکستان و قرقیزستان شبکه مشترکی ضد هوایی بنیاد کنند. وزرای دفاع تاجیکستان و روسیه در حال از خطر طالبان حرف میزنند که دیروز نماینده مخصوص رئیس جمهور روسیه در افغانستان زمیر کابولوف اظهار داشته بود روسیه با طالبان سر میز گفتگو خواهد نشست چون هدف مشترک در سیمه دولت اسلامی پیدا کردند.